من 31 داشتم مادر من نمیشناسم کیه اپای نظیره مادرشون میکنن استاد بینندگان بگوین البته که مادر شما پیدا میشود ایده 34 مرا گرفته آوردیم او چند بار به سراغ ما اومده شما مقصد میشناسین شوهرتون هم میشناسید زندگیم 1000% خوبه نه که فقط مادر ندارم ماه شریف رمضان آمد ایدی ماه شریف رمضان به همه مبارک باشه دوستای عزیز برادرای غریب در شرکت محیدین ما توصیه میتونم برای گذشتن گرانیتسا مرامد نیم رقم دا زنگ میزنین شرکت محیدین در خدمت شما ایده که میتونم بود چیزی هم باشه چیزی که باشه نباشه یک بار زنگ بزنین با خشوتر شما دا بروتر پرتر کده میفهمونن شرکت محیدین مقصد شوفرای تجربه داره طول چند سال در میرهن ما شما دا بدیل پر توصیه میتونم مرامد زنگ بزنین برای گذشتن گرانیتسا برادرایی که در دولت روس کار و فعالیت میکنن در ایمینو در شهر مسکو خودش آفیسشون در مترو بود نیست استادیوم های باقی سربلند خانواد باشین خداوند یارو مددگارتون درست برادرای عزیز البته که مادر دیگر هر یک بنده دارد من 100 بار شکر خدا میکنم که زندگیم 1000% خوبه نه که فقط مادر ندارم میگم که مرگ نمیگه که تیاشی یا پیری مقصد من همین دنیا نگذشته یک بار مادر ما ببینم مقصد که به زنده بدن مادر ای خداوند هیچی نمیخوام فقط یک بار مادر ما ببینم بشناسمش من هم مادر شدم نه که فرزندم من پرتوفتم کلان کردم من هیچ کس ندارم نه اپا دارم نه خواهر دارم نه اکا دارم نه دادر میخوام که همین شما را داشته باشم یعنی دو فرزندم هم اکای هم اپای هم خواهر نه که با جای مادر دیگر خیلی بینندگان عزیز درد دل اپای نظیره را فهمیدیم یک جا گوش کردیم انشالله که خداوند خودش بزرگه مادرم میویم یک جا سربلند و خانواد باشین خداوند یارو مددگارتون زنده و سربلند باشین سلام علیکم دوستان عزیز و تماشابینان ارجمند برادرای عزیز راستی ما در دهه سنگتوده زمینی باباگی میگیم زمینی باباهامون همین لولوی آبانباری سنگتوده ما همجا هم کار میکنیم هم زمین داریم هم کار و فعالیت میکنیم برادرها در همجا یک استاد دارم چندین باره میگه که من یک خوشتومن دارم نیفتیم همه ای کودکیش اویلا مقصد نمیدونم خیلی ایدانی خودشون میفهمیم که چی گپای خلاصه گپ اپای نظیره مادرشون میکنن استاد عزیزی ما گفت که همین معلمم ده که معلمم بود در سالهای طلبگی خواهش کرد که همین اویلا ما مقصد خوشتومن ما گم شدگی هم وقتش اویلام جدا شدگان دیگه یک دیگریشون نمیدونن در کجای همه گوش با خبر شنیدگان که شهر قرغان تپه باختری حاضره ده زندگی میکنن راستی گپ نمیوان یک دیگریشون همین قدر که میکوبان یک دیگریشون نمیوان همه مصلحت کردیم با خواهش همه پای نظیره با خواهش استاد تصمیم گرفتیم که امیرا بنوار بگیریم و در یوتیوب کانال ما بگذاریم نفرانی که میبینن در کامنتر بنویسن یا که رقم یا که میشناسن البته با ما گوشرس بکنن ما همو مادر بیویم اپای نظیره یعنی ینگه ما استاد عزیز اویلاش اپای نظیره سخن میکنن با ایدانی خودشون میفهمیم که چی گپ شدگی و چی کار شدگی یعنی اپای نظیره مادرشون میکنن سلام علیکم اپای نظیره خوب هستید اینجا هستین کارتون خوبه انا مرامت چی گفتنی ها دارین و در طول این قصال چی گپ و چی کارا بود مرامت با بینندگان بگوین البته که مادر شما پیدا می شود ما با کلان و نظیره ای نانتده دهه گلستان در دهه گلستان تولد شدم سال 1993 در دهه گلستان تولد شدم مادرم منظوره همراه و منظوره سال تولدش 1976 76 ها
و شما در همین دهه گلیستان خودمون تولد شدگی؟ در همین دهه گلیستان. ناحیه دنغره. ناحیه دنغره. قشلاق گلیستان. همین سمتو داره. قشلاقش با گلیستان داریم. در گلیستان به دنیا آمدگی بودن. انا شما در اینجا تولد شدین اوچتون کی رفت بعد شوهر کده رفتن کی؟ در وقت 3 ماه بودم اولاداش آمدیان اوچای مرا گرفته بردیان یک شو میدادیان مرا خانوادم پدرم اوچای پدرم امام رفته ایدست اوچا مرا گرفته آوردیان اوچام چند بار به سراغ ما اومده دیگه شما خورد که بدن ندادیان خلاص مرا ندادیان من تا این حاضر کلان شدم دمی 31 ساله شدم مثال ما اوچا من ندیدم نمیشناسم نمیدونم در کجای میخوام که مادر ما ببینم نامی مادرتون چی گفته؟ منظوره اپای منظوره اگر ما رو تماشا کنین اگر انا فرزند شما میخواد که عینی حال 31 ساله شده میخواد که با مادر خودش یک بار روبرو هم باشه بشینن صحبت کنن اگر هر یک از مادر هممون میدونیم برادر عزیز که مادر چه قدر و منزلت داره به هر یک شخصیت و تا به حال ندیدم میگم مادر من انا شما خیلی یگان درک هم ندارین که در کجا بود خیلی بود یگان بار پیدا هم نشید یک وقت صنف 6 بودم اومده بودم خیلی خانگی ها نخواستیان مرا ببینم خیسته با برامده رفته همین قدر ادرس میدونیم که میگن در سوخوز ترکمنستان مقصد آیله برپا کردگی هست سوخوز ترکمنستانی امی بختری حضیره هم؟ قرغان من نمیدونم که در کجا مقصد که ادرسی هوایی رو من پرا نمیدونم خب شما صنف 6 بودین و اومده شما رو نشان ندادیان نشان ندادیان مرا من نمیشناسم تو حال نه صورت چه دارم نه مثال یگان سراغش ندارم که مثال من برم هم رو ببینم خیلی برادر عزیز شایدی کاری ما گشتین هر یک کدام شما بی‌طرف نباشین مرحمت کسانی که میشناسن همین مادر همین اپای نظیره را مرحمت در کامنتر بنویسن انشالله که ما رفته کافته پیدا میکنیم میویم اینا یانگه عزیزی ما شکر خدا صاحب چند فرزنده؟ 2 فرزند دارن زندگی خوب دارن ما مقصد در همین نوی اوبانباری سانتودا زمین داریم کار و فعالیت میکنیم بیشتر که گفتیم چخیلی که من میشناسم اویله سالم اویله خوب هستن راستی که فقط من نفهمیدم که مادرشون دیدگی نبودیان و مقصد بعد که گفتن ما فکر کردیم که چخیلی کنیم بیایم بعد استاد گفتن که نمیشه که امیر بنوار بگیریم و در اینترنت بمونیم البته که میشه ما خواهش داریم که مادر همین را بیاویم البته که بیستیم فکر کنیم یک پرنده مادر خود چه میبینه چقدر خرسندی میکنه یا که حیوان مادر خود چه میبینه چقدر خرسندی میکنه بیا به طرف نمیستیم و یک جای میشیم همین نظیره بانو را خرسند میکنیم در همین زندگی دو روزه ما واقعی سربلند خانواد باشین اگر اگه پیگه گفتنی باشین محرمه در پای نظیره اگر آچه جان شما زنده باشین شما مقصد میشناسین شوهرتون هم میشناسید اهل عائله شوهرت هم میشناسید مقصد خسرت مخصوم قربان خشتامن مامی فیضی شوهرت سفر مقصد اگر شما زنده باشین بیاین یک بار مرا ببینین چون من 31 دشیدم مادر من نمیشناسم کیه درست برادرای عزیز البته که مادر دیگر هر یک بنده دارم من 100 بار شکر خدا میکنم که زندگیم 1000% خوبه نه که فقط مادر ندارم میگم که مرگ نمیگه که تیاشی یا پیری مقصد من همین دنیا نگذشته یک بار مادر ما ببینم مقصد که بزنده بدن مادر ای خداوند هیچی نمیخوام فقط یک بار مادر ما ببینم بشناسمش من هم مادر شدم نه که فرزندم من پرتوفتم کلان کردم من هیچ کس ندارم نه اپا دارم نه خواهر دارم نه اکا دارم نه دادر میخوام که همین شما را داشته باشم یعنی 2 فرزندم هم اکای هم اپای هم خواهر نه که با جای مادر دیگر خیلی بینندگان عزیز درد دل اپای نظیره را فهمیدیم یک جا گوش کردیم
انشالله که خداوند خودش بزرگه. مادرم میویم یک جویا. سربلند خانواباد باشین. خداوند یارو مددگارتون. زنده و سربلند باشین.